فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده به نام صلاح الدین از بیکام پرسن در رابطه با وام‌های بانکی و دولتی که آیا جایز یا نه؟ نه قطعا به هیچ عنوانی وامی که چه از بانک باشه چه از غیر بانک باشه، از یک فرد باشه، درست. مثلا دو نفر با هم دیگر یک معامله ربوی میکنن، به یکی یک قرضی داده در مقابل بیشتر از اون مبلغی که داده دریافت بکنه، هر دو صورتش چه یک مؤسسه باشه، بانک باشه، مؤسسه دولتی باشه، شخصی و خصوصی باشه یا یک فرد باشه، در هر صورت وام و بهره 100% و قطعا در هر حد و میزانی که باشه، هر درصدی که باشه حرام قطعی و 100%. درست.